سلام، من آیشه مجیدی هستم. آقای انصاری، یه خبر خیلی خوش دارم. واسه خواهر گلم میخوان شهادتینشون رو بگن. سلام، ملیحه مجیدی هستم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده یا رسول الله. سلام منو به آقای مجیب الرحمن برسونید. سلام، سحر عباسی هستم. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. این دوتا خواهرای گل هم بودن که شهادتینشون رو گفتن. براشون دعا کنین که یعنی همه مسائل دینی رو یاد بگیرن. البته من میخوام همه احکام دینی اونایی که خودم البته بلدم و تا اونجایی بلدم بهشون کمک کنم. شما لطفا برامون دعا کنین. خیلی ممنون و تشکر از برنامه‌های خیلی قشنگ و چشم همه اون آخوندای بی‌تربیت کور که کور بشه که ما همه فارسی زبونا داریم هدایت میشیم. الله اکبر، الله اکبر. سلام علیکم. الهی قربون همتون برم. کاش اینجا بودم، قدم که برمیداشتی میذاشتم رو چشم، رو قلبم. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. گلستان هستم از ایران. من میخواستم صحیح مسلم و صحیح بخاری با تفسیر قرآن رو میخواستم با نماز این چیزایی که یاد بگیرم. رو خدا کمکم کنید. قربونتون برم. خدا پشت سلامتون. خدا حافظ.